داستان شماره 2. امپراتور هیئتی از طرف گوگوریا و امپراتور جموی برای ملاقات با شما اومدن. میتونن بیان. مختار؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ امپراتور جمونگ به خاطر کمبود افراد از سریال های دیگر آدم قرض گرفتند. از شما مگه هیئت نبودید؟ همراهات کجان؟ آنها بیرونند. من آمدم تا فرمان امپراتور جمونگ را قرائت کنم. خب بگو. از جمونگ ابن هموسوی چوسانی به گوموا که مادرم را گروگان گرفته است. خدا می‌داند که مایل به خون و خون ریزی نیستم، اما به ناچار می‌خواهم به مسافه تزویر بروم. تزویر سکه‌ای درست که یک روی آن با پدرم رفیق بود و بر روی دیگرش همسرش را به همسری گرفت. علا ای حال یا از جنگ منصرف خواهید شد یا امپراتور من مادر تو رو میزنم میگم. ای احمق، برو به اون لاابالی بگو که بویو هیچ موقع تسلیم گوگوریو و هان نمیشه. این حرف آخرته دیگه. چطور جرأت میکنی با امپراتور اینجوری حرف بزنی؟ امپراتور لطفاً اون رو بکشی. امپراتور لطفاً اون رو بکشی. باشه، اون رو ببرید گردن بزنی. امپراتور لطفاً از تصمیمتون تجدید نظر کنید. لطفاً تجدید نظر کنید. یوسف صبر کن، من خود را برای تو آماده کردم. برو گم شو میلف پدر سگ، دست از سرم بردار. این دوتا دیگه کی بودن؟ همراهان مختار بودن سرورم. آهای زشگریان گوموا، بدانید آگاه باشید من مختار ثقفی مایل به این کار نبودم، اما مثل اینکه دیگر چاره ای نیست. دراکاریس.